السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا در احترام پدر و مادر هست که موضوع مهم در حیات انسانیت در آیات های قرآن زیاده از 20-30 جا شاید زیاد کم و بیش آیات های قرآن آمده است. وقتی که الله پاک در قرآن گفت که من عبادت کنید به من شرک نیارید، بعد او در حال گفت که پدر و مادرتون حرمت کنید و در حدیث های شریف به حد اندازه زیاد هست برای احترام پدر و مادر. هر انسانی که چه عالم باشد، چه عابد باشد، چه اهل تقوا باشد، اگر پدر و مادر از او راضی نباشد جای او جنت نیست. و اگر عاق والدین باشد، عاق والدین بعضیا فکر میکنن، به درجه فکر میکنن که وقتی که همو پدر و مادر بگوید که عاقت کردم بعد عاق میشیده باشد، این نیست. عاقت کردم گفتن این علاقه ظاهر کردن است. این وقتی که همین پدر مادر که رنجید علاقه عاق شدگی است انسان. تصور کن بزرگای خدا با پدر مادر چه معامله میکردن. حتی در سیمری در کتابش میارد که حضرت ابی حنیفه رحمه الله میگه که مادرشان بسیار پیر بودن، می آوردن خچون پیران سالی بعد بدن آخه خچون مسجد می آوردن قطشون با میگیرن با دست می بردن شون. با حضرت ابو یوسف میگوید که یک روز مادری حضرت ابی حنیفه امام اعظم قسم خورد و بعد سوی حضرت ابی حنیفه رحمه الله گفت که برای گفت نمی کدام قاضی را پرس، کدام مفتی را پرس. نمی اون مفتی ها که قاضی ابو طالب بود و بود مادری ابی حنیفه رحمه الله مجلس ها را حاضر میشید، علمش میدید. پس حضرت ابی حنیفه رحمه الله همو قاضی را بگیم که دعوت کرد و پرسیدش و گفت که بیشک مادرم قسم خورد، با یک قسمی خورد و امر کرد مرا که بپرسم از شما. پس من بعد دیدم که خلاف گپی مادرم کنم. حضرت ابی حنیفه رحمه الله آخه عالم علامه مفتی زمانش بود، نیکی میگه من بعد دیدم که خلاف گپی مادرم کنم. گفت وقتی که اون قاضی را پرسید، اون بگیم عالمه که پرسید، او عالم میدونست که ابو حنیفه رحمه الله کی است خیلی. پس گفت همو ابو طالب برای حضرت ابو حنیفه رحمه الله که فافتینی بالجواب، خیلی گفت تو فتوا را بده، گفت جوابش بگو. گفت من تو بس بگو میگه. و حضرت ابو حنیفه رحمه الله گفت که جوابش همین خیلی است. گفت و عالم گشت گفت که خیلی برای اگر نیستی مادرت بگو که من همین خیلی جواب دادم خلاص. یعنی که حتی عالم نمیدونست تو جواب. حضرت ابو حنیفه رحمه الله خود چون جوابش گفتن، بعد اون با سینه ابو حنیفه رحمه الله گردونده گفتن خیلی بر نگین مادرتون همین خیلی بگین. پس اومد همین خیلی خبر داد مادرش، گفت خیلی قاضی همین خیلی فتوا داد. پس مادرش از آنها راضی شدن. حتی تصور کن که سینی مادرشون نگفتن که ای مادر جان آخه من خودم همون جوابا رو میدونم، شما نخود بیگانه را پرسین، مرا پرسیدن بگی من خودم جواب میگم. نیکی ای کارا نکردن اصلا. به خاطر چی؟ به خاطری که گپی مادر رد نشود. برادران، در احترام پدر مادر بی پروا نباشید. این یک نعمتی هست، این یک نعمتی بزرگی هست که هر کسی که پدر مادر اگر دریاب کرد، درک کرد در حیات و زندگیشان، نیکی جنت اگر نخرید اون انسان ضرری کلان دیدگی هست. این یک فرصتی هست برای جنت خریدن. این روزگی پدر و مادر اونقدر مشکل نیست. پدر و مادر انشاءالله که به یک کمک خوب رفتاری و کمک خوبی کردن با اونها قطعی روزی میشن انشاءالله. الله پاک همه ما شما را مانند اخلاق اهل سلف و اهل گذشتگی و بزرگا نصیب روزی بگم و فرزندهای ما را و خودی ما را پدر و مادر و اپا و خواهرهای ما را به راه راست و درست هدایت کنند و مسلمان ها را همشون از مشکل و مشقت ببرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.